إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان محترم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما دوستان عزیز هستم در برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی در قسمت 48 این برنامه. در دو قسمت گذشته این برنامه شروع کرده بودیم در باب صفت نماز، چگونگی نماز خواندن که نماز که از تکبیر تحریمه شروع می شود و با گشتاندن سلام ختم می شود، چگونه این نماز خوانده شود. و گفتیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی بیان چگونگی نماز را به ما قولا و فعلا آموزاندند و از جمله احادیث قولی خدمت شما نقل کردم حدیثی که مشهور به حدیث مسیء الصلاة بود که شخصی در مسجد داخل شد و نتوانست که نماز را به شکلی صحیح انجام بدهد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قولا طریقه نماز خواندن را، صفت و چگونگی نماز خواندن را برای از او آموزانید. و همچنین از جمله احادیث فعلی حدیثی بود که ام المؤمنین و عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کرده بود که صفت چگونگی نماز خواندن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را برای ما از تکبیر تحریمه تا گشتاندن سلام بیان کرد. این حدیث را در حلقه گذشته و همچنین بیان کردم. و همچنین دیگر افعال نماز که از تکبیر شروع میشه تا به سلام، یا به هر فعلی از افعال نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث قولی و فعلی به ما صفتی از او را بیان کردن و همچنین صحابه کرام بیان کردن. از جمله تکبیر تحریمه بود که چگونگی تکبیر تحریمه و همچنین بلند کردن دستها در وقت تکبیر تحریمه و همچنین بیان بلند کردن دستها در وقت رفتن به رکوع و در وقت استاد شدن از رکوع و همچنین در وقت استاد شدن از تشهد اول. این احکام را هم در حلقات گذشته این برنامه خدمت شما در پرتو احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم کردم و این قسمتی از برنامه ما یا درس امروز ما ادامه همان مطالب سابق است که بعد از اینکه نمازگزار تکبیر تحریمه میگوید باید دستهای خود را بسته کند. در مورد چگونگی بسته کردن دستها و در کجای بسته شود و همچنین بعد از بسته کردن دستها کدام دعا باید خوانده شود، این مطالب را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما در این قسمتی از برنامه ان شاء الله تعالی تقدیم میکنم. در مورد بسته کردن دستها احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به بسته کردن دستها به گرفتن دست راست بر بالای دست چپ امر کردند و همچنین صحابه کرام فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نقل کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که تکبیر تحریمه میگفتند بعد از او دست راست خود را بر بالای دست چپ خود بسته میکردند و این مورد اتفاق علماست که باید دست راست بر بالای دست چپ گرفته و گذاشته شود و بسته شود و بعد از او در مورد اینکه در کجای گذاشته شود، در بالای سینه یا در زیر سینه و یا در بالای ناف و یا در زیر ناف، این مورد اختلاف است در نزد علما، چون احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. احادیث وارد شده که صحابه کرام نقل میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست خود را بالای سینه گذاشتند و همچنین احادیث نقل شده که صحابه کرام که فعل نبی کریم صلی الله علیه و نقل میکنند که نبی کریم صلی الله علیه و دست خود را زیر ناف و یا بالای ناف گذاشتند. لذا اقوال علما در این مورد متعدد است. علمای
به این حدیث عمل کردند که باید دستها بر بالای سینه گذاشته شود و عده گفتند که نه بر زیر سینه و عده هم گفتند که بر بالای ناف و عده هم گفتند که به زیر ناف. هر یکی به حدیثی از این احادیث عمل کردند، چون این احادیث به طریقه صحیح و حسن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نقل شده و علمای محققین و به این نظر هستند که اگر دستها در بالای سینه یا در زیر سینه و یا در بالای ناف و یا در زیر ناف گذاشته شود هیچ اشکالی ندارد، چون این همه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نقل شده است به طریقه صحیح و حسن. و از جمله این حدیثی است که صحابی جلیل قدر وائل بن حجر بن ربیعه الحضرمی که از اهالی حضرموت اهل یمن بود نقل میکنن و این صحابی جلیل قدر پدر و بابایشان از جمله ملوک و پادشاهای یمن بود و خودشان به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدن و به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کردند و ایمان آوردند. و قبل از اینکه اینها نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیایند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابه کرام بشارت دادند و فرمودند که یقدم علیکم وائل بن حجر من بلاد بعیدة طائعا راغبا فی الله و رسوله و هو بقیة ابناء الملوک. قریبا وائل بن حجر از شهر دور می آید نزد شما و در حالی که او با خواهش نفسی خود می آید بدون کدام اکراه و در حالی می آید که رغبت و شوق داره به طرف الله و رسولش و این شخص از جمله بقایای پسران پادشاهای حضرموت و یمن است. و وقتی که این شخص نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بنا به حدیثی که فرمودند که انزل الناس منازلهم، شما مردمان را به قدر اندازه‌ای که اونا مقام دارن به او اندازه شما اونا را احترام کنین. برای این شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چادر خود را پهن کردند و در پهلوی خود این شخص را نشستاندند و به خود نزدیک کردند، چون این شخص از پسران پادشاهان یمن بود. و این شخص وائل بن حجر تا زمان خلافت حضرت معاویه زنده بود و در زمان خلافت حضرت معاویه بعد از اینکه حضرت معاویه بیعت میکند وفات میکنند و این صحابی جلیل قدر روایت میکند و میفرماید که صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم فوضع یده الیمنى علی الیسرى علی صدره. من با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خواندم و دیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست راست خویش را بر بالای دست چپ خود بر بالای سینه خود نهادند. و این حدیث را ابن خزیمه روایت میکند در صحیح خود، صحیح ابن خزیمه، و اکثر علما حکم به صحت این حدیث میکنند که حدیثی صحیح است و این حدیث اولا دلالت به این میکند که باید دست راست بر بالای دست چپ گذاشته شود و دوما دلالت به این میکند که باید دستها در بالای سینه گذاشته شود. و همچنین از جمله احادیثی که دلالت به این میکند که دست راست بر بالای دست چپ گذاشته شود و همچنین بیان کیفیت گذاشتن را که چه رقم گذاشته شود. حدیث دیگری است که ابو داود و امام نسائی از همین صحابی جلیل قدر وائل بن حجر روایت میکند و لفظ حدیث چنین است که ثم وضع یده الیمنى علی ظهر کفه الیسرى والرسغ والساعد. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست راست خود را بر بالای دست چپ خود به گونه گذاشتند که دست راستشان هم در بالای کف دست چپشان آمد و هم بر بالای بند دستشان و هم بر بالای بازویشان، به این شکل که نهایت دست راست بر بالای کف دست چپ می آمد و وسط دست راست در بالای بند دست چپ و پنجه ها در بالای بازو. به این شکل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست خود را می گذاشتند. و همچنین حدیث دیگری امام احمد از صحابی جلیل قدر سهل بن سعد روایت میکند که ایشان فرمودند کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراع الیسرى فی الصلاة. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مردم امر به این میشدن، این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را به این امر میکرد که دست راست خود را بر بالای دست چپ خود بر بالای
بازوی دست چپ خود بگذارند، به این شکل که دست راستشان در بالای بازویشان باشد. بنابراین دو روایت عده از علما به روایت ابو داود و امام نسائی عمل کردند و گفتند که دست باید به شکل گذاشته شود که نهایت دست راست در بالای کف دست چپ بیاید و وسط دست راست در بند دست چپ و اما پنجه ها در بالای بازو به شکل گذاشته شود. و عده علما به روایت امام احمد که از سهل بن سعد روایت شده به او عمل کردند و فرمودند که دست راست بر بالای دست چپ به شکل گذاشته شود که دست راست در بالای بازوی دست چپ بیاد به این شکل. به هر حال هر دو حدیثی صحیح است و اگر به این شکل گرفته شود هم اشکالی ندارد و به این شکل هم گرفته شود اشکالی ندارد. و گفتم حدیث وائل بن حجر دلالت دومش این است که دلالت به این میکند که باید دست وقتی گذاشته می شود دستها باید در بالای سینه گذاشته شود و عده از علما به این حدیث عمل کردند، گفتند که دست بالای سینه گذاشته شود. و عده دیگری هم به حدیثی عمل کردند که او را امام احمد و ابو داود از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه خلیفه چهارم مسلمان ها نقل کردند که حضرت علی رضی الله عنه فرمودند ان من السنة وضع الاکف علی الاکف تحت السره. از جمله امور مسنونه این است که نمازگزار باید کف دست راست خود را بر بالای کف دست چپ خود در زیر ناف خود بگذارد، کف دست خود را بالای کف دست چپ خود بگذارد و او را زیر ناف خود بگذارد. لذا علمای احناف به این حدیث عمل نمودند. و همچنین حدیث دیگری هم وارد شده از این صحابی جلیل القدر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه که و این حدیث را امام ابو داود روایت میکند که حضرت علی رضی الله عنه فرمودند، راوی حدیث میگه که رأیت علیا رضی الله عنه یمسک شماله بیمینه علی الرزق فوق سره. من امام علی رضی الله عنه را دیدم که دست راست خود را بر بالای دست چپ خود میگذاشت، بر بالای بند دست چپ خود میگذاشت و بر بالای سینه بر بالای ناف خود میگذاشتند، یعنی دستی راست خود را بر بالای دست چپ خود و بر بالای سینه میگذاشتند. بنابراین روایات گفتم که علمای احناف نظر به روایت امام احمد و ابو داود که از امام علی رضی الله عنه نقل کردند فرمودند که دستها باید بر زیر ناف گذاشته شود و عده هم علمای امام مالک و روایتی از امام ابو حنیفه نقل کردند که باید بر بالای ناف و امام شافعی و روایت از امام مالک و همچنین روایت امام احمد بنابراین است که بر بالای سینه گذاشته شود و علمای دیگری هم بر زیر سینه. به هر حال علمای محققین مثل ابن منذر و دیگر علما و عده از علمای معاصرین نظرشان این است که چون روایت همه صحیح است اگر شخصی دست خود را بر بالای سینه خود میگذارد اشکالی ندارد و اگر شخصی دست خود را بر زیر ناف خود و یا بر بالای ناف خود میگذارد هیچ اشکالی ندارد. و همچنین اگر شخصی دست راست خود را بر بالای بند دست چپ خود میگیرد یا بر بالای بازوی خود میگیرد این همه وارد است، هیچ اشکالی ندارد. و بعد از اینکه نمازگزار دست خود را بسته کرد و بعد از او شروع میکند به خواندن دعای استفتاح و در مورد دعای استفتاح 3 دعا از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در احادیث صحیح وارد شده است. دعای اول این است که سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرك. و دعای دوم این است که اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. و دعای سوم این است که وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. و این هر 3 دعا از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد است در احادیث صحیح و لذا علما رأیشان هم است که انسان باید در مابین از این دعا تنوع بکند، احیانا یک دعا را بخواند و احیانا دیگه دعا را و احیانا دیگه دعا را، لیکن در مابینشان جمع نمیشه.
ایتون نمیشه که در یک وقت در یک نماز دو دعا یا سه دعا را یک جای جمع کنه، لیکن در بعضی از نمازها دعای اول را میخواند و در بعضی از نمازها دعای دوم را و در بعضی از نمازها دعای سوم را یا هر یک از دعا را اگر اختیار کرد خواند اشکالی ندارد. در مورد دعای اول که سبحانك اللهم است، در این مورد احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده، از جمله حدیثی است که اصحاب سنن اربعه و همچنین امام احمد از صحابی جلیل القدر ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند که ایشان ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقول سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز این دعا را میخوانند که سبحانك اللهم، ای بار اله من پاکی تو را بیان میکنم در حالی که حمد و ثنای تو را هم میگویم، و تبارک اسمک، ای بار اله نام تو با برکت است، و تعالی جدک و عظمت و بزرگی تو بلند است، و لا اله غیرک و جز تو الهی در این کون و در این کائنات وجود ندارد. و همچنین حدیث دیگری هم از عمر رضی الله عنه خلیفه دوم مسلمان ها عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که این را امام ترمذی و ابو داود و همچنین امام حاکم روایت میکنند که حضرت عمر رضی الله عنه این دعا را میخواندند که سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. و امام حاکم میفرماید که صح هذا عن عمر و انه کان یستفتح بها الصلاة و یجهر به و یعلم الناس. این حدیث از حضرت عمر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب صحیح به طور صحیح ثابت است که ایشان این دعا را در نماز میخواندند و احیانا جهر هم میکردند به این دعا و مردم را هم تعلیم میدادند که این دعا را بخوانند. و همچنین روایت دیگری امام ابو داود و امام حاکم و امام دارقطنی از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کردند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز را شروع میکردند این دعا را میخواندند که سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. پس این دعا در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به روایات صحیح و ثقه ثابت است. و بعد از دیدن یک برنامه کوتاه در خدمت شما هستم با بیان اون دو دعای دیگری که قبلا خدمت شما عرض کردم. با ما باشید. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اگر پیامبر را یاری نکنید در حقیقت الله او را یاری کرد. آنگاه که کافران در حالی که یکی از دو تن بود از مکه بیرونش کردند، هنگامی که آن دو یعنی رسول الله و ابوبکر صدیق در غار بودند. آنگاه که پیامبر خطاب به رفیقش ابوبکر می فرمود اندوهگین مباش، بیگمان الله با ماست. درود و سلام بر ابوبکر صدیق یار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفر سرنوشت ساز هجرت. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم و در مورد دعای دوم که این دعاست که اللهم باعد بینی و بین خطایای، حدیثی است، حدیثی متفق علیه، حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم او را روایت میکنن از صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه که ایشان حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کبر للصلاة سکت هنیهة قبل ان یقرأ
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه تکبیر تحریمه را میگفتند اندکی خاموش می بودند، سکوت میکردند پیش از اینکه به خواندن سوره فاتحه شروع میکردند. فسألته فقال، من از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدم که رسول خدا شما بعد از اینکه تکبیر تحریمه را میگوید اندکی خاموش می باشید، سکوت میکنید و بعد از دو به خواندن سوره فاتحه شروع میکنید، شما در این مدتی که سکوت میکنید چی میگوید؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند اقول اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. من این دعا را میخوانم که ای بار الها تو در بین من و در بین گناهان من دوری بیار، همچنانه که در بین مشرق و مغرب دوری آورده ای. اللهم نقینی من ذنوبی و خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. ای بار الها تو من را از گناههای صغیره و از گناههای کبیره چنان پاک کن که کالای سفید وقتی که شسته میشه از چتلی ها پاک میشه، همچنانه که وقتی کالای سفید لباس سفید شسته میشه پاک از تمام چتلی ها میبره، تا هم گناهان من را صغیره و کبیره، گناهان بزرگ و کوچک من را همچنان بیاموز و من را از این گناه ها پاک کن. اللهم نقینی من ذنوبی و خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللهم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. ای بار الها تو من را از گناههای من بشوی، گناههای من را از من پاک کن، بشوی با توسط آب و ژاله و برف گناههای من را بشوی. و این دعا هم در حدیث متفق علیه، حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم روایت میکنه و حدیثی صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در وقت استفتاح بعد از تکبیر تحریمه و قبل از اینکه به خواندن سوره فاتحه شروع میکردن این دعا را میخواندن که اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللهم نقینی من ذنوبی و خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللهم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. و اما در مورد دعای سوم، دعای که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، این دعا است. در این هم احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد شده، از جمله حدیثی است که امام مسلم و امام ترمذی و امام احمد از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه او را روایت میکنند که حضرت علی بن ابی طالب میگه که كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام الى الصلاة قال، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که به نماز استاد می شدند این دعا را می خوانند که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ای بار الها من رو آوردم، قصد کردم با این عبادت خود با ذاتی که زمین آسمان را از قبل از وجود از او را به وجود آورده، بدون مثال سابق او را به وجود آورده، حنیفا در حالی که من مائل به طرف دین حق هستم. و وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، و من از جمله مشرکین نیستم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من و تمام عبادات من، نسک گفته میشه هر عبادت را، و اضافه از این بعد از نماز از جمله اضافه عام بعد از خاص است و نماز را به خاطر خصوصیتی از او خاص ذکر کرده و بعد از او نسک را ذکر کرده که همه عبادات را شامل میشه. یعنی نماز من و تمام عبادات من برای ذات است که زمین و آسمان را آفریده. ان صلاتی و نسکی ان صلاتي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي، نماز من و عبادات من و محیای و مماتی، زندگی من و مردن من، لله رب العالمین، برای الله پروردگار عالمین است. لا شریک له، اون ذاتی که هیچ شریک و مثل و مانندی ندارد. و بذلک امرت، و من به این چیز امر شدم، در قرآن و در حدیث به این کار امر شدم که فقط عبادت من برای الله باشد، برای اللهی که هیچ شریک و مثیل مانند ندارد، فقط او را بپرستم و کسی دیگری را نپرستم. و انا من المسلمین، و من از جمله مسلمان ها هستم.
پس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این دعا را هم میخواندند و این دعا هم در صحیح مسلم به سند صحیح وارد است. ان صلاتی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا من المسلمین. و در اکثر روایت ها ادامه این حدیث، ادامه این دعا هم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در ادامه این دعا می گفتن که اللهم انت رب انت الملك لا اله الا انت، ای بار اله تو پادشاه هستی و جز تو هیچ الهی نیست، انت ربی و انا عبدک، تو پروردگار من هستی و من بنده تو هستم، ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی، من به نفس خود ظلم کردم، گناه کردم و من به گناه خود اعتراف میکنم، فاغفر لی ذنوبی جمیعا انه لا یغفر الذنوب الا انت، ای بار اله تمام گناهان من را ببخش و جز تو هیچ بخشاینده برای گناهان نیست، تو هستی فقط گناهان بندگان خود را میبخشی. واهدینی لاحسن الاخلاق، و من را به سوی اخلاق نیکو هدایت کن، فانه لا یهدی لاحسنها الا انت، جز تو کسی به طرف اخلاق نیکو کسی دیگری هدایت نمی کند. واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت، و اخلاق بد را از من دور کن و اخلاق بد را از من جز تو کسی دیگری دور نمی کند. لبیک و سعدیک، ای بار اله من به طاعت تو استاد هستم و در امتثال اوامر تو استاد هستم و اوامر تو را به جا می آرم. و سعدیک، و با اتباع اوامر تو من سعادت خود را در او می بینم، من سعادت خود را در اتباع اوامر تو، در امتثال اوامر تو می بینم. والخیر کله فی یدیک، ای بار اله تمام خیر و نیکی ها در دست توست، و الشر لیس الیک، و بدی ها به سوی تو نیست، بدی ها به سوی تو نسبت داده نمی شود و بدی به سوی تو انسان بنده تو تقرب نمی جوید. انا بک و الیک، من با توفیق تو هستم، با توفیق تو من پیش میرم و به سوی تو التجا و تضرع و عاجزی میکنم. تبارکت و تعالی، تو با برکت هستی و بلند مرتبه هستی. استغفرک و اتوب الیک، من از تمام گناههای خود بخشش میطلبم و به توی تو رجوع میکنم و توبه میکنم و گناههای من را ببخش. پس این دعاها در احادیث از رسول صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ثابت است، لذا علمای محققین چه معاصرین و چه متقدمین نظرشان همین است که هر سه دعا از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح ثابت شده است. لذا بهتر این است که انسان بنده نمازگزار در بعضی از نمازها اختیار کند در بعضی از نمازها یک دعا را بخواند و در بعضی از نمازها دیگر دعا را و در بعضی از نمازها دیگر دعا را، همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این کار را میکردند تا که عمل با تمام احادیث صحیحه شود. دوستان عزیز، در اینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد و با تا لقای آینده، دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم و در قسمت آینده هم با شما هستم ان شاء الله در ادامه این مطلب. و فعلا با خدا حافظ و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.